السلام علیکم دوستان عزیز، روزتان بخیر و شادی باشد. امیدوارم همه خوب هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، به کانال ما آبونه شوید، دستگیری را فراموش نکنید. کسانی به کانال ما آبونه نیستند حتما آبونه شوید، لایک ماندن را فراموش نکنید. در اینجا من یک نمود سمبازی آسان، کم خرج، با لذت آماده کردم. نگذرانید تا آخری ویدیو تماشا کنید. من در اینجا به ما 200 گرم سیلویشنی مسله با آرد نغز کک ریزانک میکنیم. وقتی که ریزانک کردیم انمینده و بالایش 150 میلیلیتر سمیتانه یا اینکه جرغاتی فایزش بلان همراه میکنیم. با بالایش من یک پشکر از ریخریدل 10-12 گرم کمتر نمک دخترها. در وقتی ویدیو کردم من فراموش کردم نمک انداختن را به نوار نگرفتم. من در اینجا گوشت چنانه که میبینید کمتر روغن، پیاز، یک دانه کارتاشکو علاوه کردم. وابسته به اهل عائله شما، اگر عائله شما بسیار باشند همین خمیرمان را دوچند میکنیم. ریسیپتمان را دوچند کرده بسیارتر میکنیم. من در اینجا ما کمتر پریپراوت یعنی تخمی گشنیج و زیره همراه کردم. کمتر روغن، نه یک دانه کارتاشکو را اکنون علاوه کرد. نغز کک آمیخته میکنیم. من اکنون خمیرمان را به زوالچه ها تقسیم میکنیم. اکنون من خمیرمان را انمیده زوالچه ها را تونوک میکنیم. تونوک هم نه، غفص هم نه، انمین طور میپیچانیم.
برای آرایشی رویش من یک دانه تخم را نمیتر مالیده برای باز هم زیباتر آمدنش من کنجد سیاه و سفید استفاده کردم. من اکنون سمبوسه های ما تیار شد. حتما آماده کنید. رسپتی آسان با لذت بسیار چینی. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر، خدا حافظ.